رستم ببر بیان به تن کرد، به رخش نشست و پا در راه هفتخان گذاشت. رستم شب و روز به سوی مازندران میتاخت تا اینکه به دشتی پر از گور رسید و مشغول شکار شد. گوری شکار کرد، کباب کرد و خورد. پس از اون افسار رخش رو باز کرد و خودش به خواب رفت. ولی اینجا بیشه نره شیری درنده بود که اکنون با فرارسیدن شب به کنامش برگشته و رخش رو در حال چرا و رستم رو در خواب دید. پس به سوی رخش یورش بود. سوی رخش رخشان برآمد دمان، چو آتش بجوشید رخشان زمان. نبرد سختی میان رخش و شیر ژیان در گرفت. رستم که از خواب بیدار شد دید که رخش شیر رو از پا در آورده و رو به رخش کرد و گفت: اگر کشته می شدی من چگونه باید این گرز و شمشیر رو تا مازندران به دوش می کشیدم؟ اگر تو شدی کشته در چنگ اوی، من این گرز و این مغفر جنگجوی چگونه کشیدی به مازندران کمند کیانی و گرز گران؟ اینجا باید نکته‌ای رو بگم که خیلی‌ها نمیدونن. در زمان فردوسی به مازندران امروزی طبرستان میگفتند و این مازندران که کابوس در اون گرفتار شده جایی میان هند و افغانستان امروزیه. خان دوم. خورشید که سر زد رستم و رخش دوباره پا در راه گذاشتند، اما به سرزمینی رسیدند که چاره‌ای جز گذر ازش نداشتند. سرتاسرش بیابان بود و خورشید سوزان بر هر سایه‌ای خانه کرده بود. زبان پهلوان خشک شده بود و رخش از تاب افتاده بود. جهان پهلوان هر آن به مرگ نزدیکتر می شد. بیفتاد رستم بران گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. رستم در حالی که نخش بر زمین شده بود با چشمهای نیمه باز دید که میشی از کنارش گذشت و رفت. امیدی در دلش زنده شد که بیگمان این جانور آبشخوری داره. پس تکیه بر شمشیر داد و به دنبال میش به راه افتاد و در پایان به چشمه ای رسید. همه تن بشستش بر آن آب پاک، به کردار خورشید شد تابناک. خانه سوم. اژدها. من خیلی خستم، منو بی خود بیدار نکن. ولی دشتی که رستم در اون به خواب رفته بود جایگاه اژدهایی بود که دیو و شیرم از ترسش یارای گذر از اونجا رو نداشتند. اژدها زمانی که رستم رو خواب و رخش رو در حال چرا دید با غرش به طرف رخش پرواز کرد تا تکه تکش کنه. رخش تا اژدها رو دید بیدرنگ به سوی رستم رفت و با شیهه بلندی رستم رو از خواب بیدار کرد. ولی اژدها بیدرنگ ناپدید شد. رستم گرز گاوسرش رو برداشت و به هر سوی دوید، اما چیزی ندید و با تندی به رخش گفت: چرا منو بیدار کردی؟ فردا راه درازی در پیش داریم. دگر باره چون شد به خواب اندرون، ز تاریکیان اژدها شد برون.
هنگامی که رستم به خواب رفت، بار دیگه اژدها به طرف رخش تاخت. این بارم رخش به بالین رستم دوید و شیهه کشید. رستم دوباره از خواب پرید و دست به گرز برد، ولی اژدها باز هم با جادو ناپدید شد. این بار رستم خشمگین شد و رو به رخش گفت: گر این بار سازی چنین رستخیز، سرت را ببرم به شمشیر تیز. پس از زمان کوتاهی اژدها برای سومین بار به سوی رخش تاخت. اسب شیهه بلندی کشید و پهلوان از خواب پرید. ولی این بار به خواست یزدان اژدها ناپدید نشد. رستم تا چشمش به چشمای سرخ اژدها گره خورد و شمشیرش کشید و به سوی اژدها رفت و گفت: آی اژدها، بگو نامت چیه؟ چون زندگیت سر اومده نمیخوام بی نام به دست من کشته شی. مگه نمیبینی زمین و آسمان این دشت مال منه؟ تو کی هستی که جرأت کردی اینجا پا بذاری؟ من رستم دستان از خاندان نریمانم. اکنون زخم شمشیر منو میکشی. نبرد هولناکی در گرفت. اژدها آنچنان با رستم گلاویز شد که رخش چون رستم رو گرفتار دید با یک جست بلند دندانهای تیزش رو در پشت اژدها فرو. رستم هم از این فرصت استفاده کرد و سر از تنش جدا کرد. خانه چهارم، پیرزن جادوگر. رستم در ادامه راه به چشمه و استراحتگاهی رسید که آباد و سرسبز بود. چشمه آب خنک از دل کوه بیرون میریخت و بر کنار چشمه زیر سایه درختی سبز سفره‌ای پهن بود که میانش بره کبابی به همراه میوه‌های رنگارنگ و شراب سرخ و خوردنی‌های دیگه فراهم بود. همینطور که مشغول خوردن بود، چشمش به تنبوری در کنار درخت افتاد. پس ساز رو بر دست گرفت و مشغول آواز شد. صدای آواز رستم به گوش پیرزن جادوگر که این سفره رو تدارک دیده بود رسید. پس خودش رو به صورت یک دختر جوان و زیبا در آورد و پیش رستم رفت. رستم تا دختر زیبا رو دید، اون رو به سفره فرا خوند و از اینکه چنین زیبارویی مهمانش شد شاد شد و گفت: پروردگارا، سپاس از این همه خوشی که به من دادی. نام یزدان و نیایش رستم که به گوش دختر رسید، ناگهان تیره رنگ شد و چهرش همانند پیرزن جادوگری شد. نام یزدان جادوی پیرزن رو از میان برده بود. رستم تیغ تیز از نیام کشید و جادوگر رو از میان برداشت. میانش به خنجر به دو نیم کرد، دل جاودان زو پر از بیم کرد. خانه پنجم، اولاد. رستم پس از گذر از کشتن زن جادوگر به راه افتاد. یک شبانه روز پیمود تا به سرزمین سبز و خرمی رسید. خسته راه بود. پس از رخش پیاده شد تا دوباره کمی بخوابه. ولی دشتبان اون دشت تا رخش و در زمینهاش دید، با چوب به پای اسب زد و به سوی رستم با فریاد اومد که
چرا اسب تو در زمینهای من رها کردی مردک نادان؟ رستم با صدای فریاد دشتبان از خواب بیدار شد و از خشم سرخ شد. مرد بیچاره را از گوش گرفت و بلند کرد و هر دو گوشش رو از جا کند. دشتبان با گریه و زاری پیش اولاد که پهلوان اون دشت بود رفت. اولاد که صدای گریه و زاری دشتبانو شنید جویای اون چه برش گذشته بود شد و پس از اون خشمگین همراه جنگاورانش به سوی رستم تاخت. رستم که از دور اولاد رو دید فهمید که با یک مرد جنگی طرفه. اولاد از نام و نشان رستم پرسید. نام من ابر، اگر ابر باشد به زور هژبر. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم و جان و خون و دلت بفسرد. پس از اون رستم با گرز گران به میدان لشکریان اولاد تاخت و یکی یکی همه رو از میان برداشت و در پایان با کمندی اولاد رو از اسب پایین کشید و پس از اون به اولاد گفت که اگر راه رسیدن به کیکاووس و دیو سپیدو به هم نشون بدی، هنگامی که شاه مازندران رو از تخت پایین کشیدم تو رو بر تخت پادشاهی مازندران میشونم. اولاد از دشواری‌های رسیدن به زندان کیکاووس و دیو سپید گفت از این مرغزار تا زندان کاووس 100 فرسنگ راهه و زندان تا جایی که دیو سفید است هم 100 فرسنگ دیگه. راه بسیار دشواریه که از میان دو کوه میگذره و 12,000 دیو شبانه روز از اونجا پاسداری میکنن و سپهدارشون پولاد قندیه. همچنین بید و سنجه هم از سردارهای دیوان هستن و سرور همه اونها هم دیو سپیده که بلندایی چون کوه داره. دیوی سیاه رنگ با ریش‌های سپید. رستم و اولاد به اسب نشستند و به راه افتادند تا به دامنه کوه اسپروز رسیدند. وقتی رستم به کوه رسید هوا رو به تاریکی بود و پس از ساعتی شب همه دشت و فرا گرفت. اما یک باره رستم دید از سوی مازندران صدای سرنای عجیبی بلند شد و جای جای کوه آتش روشن شد. رستم شگفت زده از اولاد پرسید اونجا که پر از مشعله کجاست؟ اولاد در پاسخ به رستم گفت که اون شهر مازندرانه و پیش از اون هم خانه درختی بزرگیه که خانه ارژنگ دیوه. رستم و اولاد شب رو سپری کردند و سپیده که سر زد رستم اولاد رو به درختی بست و به سوی ارژنگ دیو رفت. هنگامی که رستم به درخت تنومندی که خانه ارژنگ دیو بود رسید چنان نعره‌ای زد که بانگش در سر تا سر دشت پیچید. ارژنگ نتونست جلوی رستم پایداری کنه و رستم سر از تنش جدا کرد و میان لشکر دیوان انداخت. لشکر دیوها کشته شدن ارژنگ دیو رو دیدن ترسیدند و پا به فرار گذاشتند. غروب که شد رستم سوی اولاد برگشت و از درخت بازش کرد و با هم به طرف کاووس اسب تاختند. کیکاووس بانگ رخش رو که شنید خندید و فریاد شادی سر داد. کیکاووس با رستم از راه رسیدن به غار دیو سپید و گذر از 7 کوه و نره دیوانش گفت و در ادامه به رستم گفت رستم، درمان نابینایی سپاهیان چکاندن خون جگر دیو سپید بر چشم هاست و از آن جایه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر. رستم به همراه اولاد تا نزدیک غار دیو سپید رسید.
اولاد به رستم پیشنهاد کرد تا سپیده دم صبر کنه، چرا که دیوان در روز و زمانی که آفتاب بر آسمانه به خواب میرند. پس رستم هر آنچه از دیوان که در میانه روز بیدار بودند رو کشت و به دهانه غار دیو سپید رسید. انتهای غار مشخص نبود. غاری به سیاهی شب و سردی زمستان که دل هر آدمیزادی رو با وهمش به ترس وامی داشت. رستم چشمهاش رو مدام میمالید تا بلکه در اون سیاهی چیزی ببینه. با شمشیر کشیده آرام آرام پیش میرفت و هر دم از روشنایی غار کاسته میشد. به کردار دوزخ یکی غار دید، تن دیو از تیرگی ناپدید. چو مژگان بمالید و دیده بشست، در آن جای تاریک لختی بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. به رنگ شبه روی و چون شیر موی، جهان پر ز پهنای و بالای اوی. رستم به دیو کوه پیکری برخورد که تنی به سیاهی قیر و موهایی به سپیدی برف داشت. دیو تا با رستم برخورد کرد به سوی پهلوان تاخت. را شفت برسان پیل ژیان، یکی تیغ تیزش بزد بر میان. جنگ سختی میان رستم و دیو سپید در گرفت. زره رستم بر تنش چاک چاک شده بود، ولی با جستی تونست زخمی بزرگ روی ران پای دیو ایجاد کنه. هر دو جنگجو آنقدر نیرومند و جنگاور بودند که هر دو از جانشون ناامید شده بودند و هیچ کدام بر دیگری پیروز نمیشد، تا اینکه رستم نعره‌ای کشید و یکبار دیو سپید رو بر روی دست بلند کرد و چنان بر زمین کوبید که دیو در دم جان باخت. فرو برد خنجر، دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر پر از کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. رستم پیلتن پیروز میدان جنگ با سر و روی زخمی و خونی از غار بیرون شد. جنگ داخل غار آنقدر زمان برد که دیگه شب شده بود. بیدرنگ پیش اولاد رفت و با هم به سوی کیکاووس رفتند. رستم با خون جگر دیو پیش کیکاووس و سپاهیانش رسید. همین که خون دیو سپید به چشم نابینایان و کیکاووس رسید، طلسم دیو سپید از میان رفت و روشنایی دوباره به چشم سپاه و پادشاه ایران بازگشت.